تقریبا 200 ماشین باربردار و دهها راننده از تاجیکستان در خاک افغانستان بند ماندند. طالبان به آنها اجازت نمیدهند که از شیرخان بندر به طرف افغانستان طریق گذرگاه 5 پایان وارد تاجیکستان شوند. در دوشنبه وضعیت را شرح نمیدهند. سخنگوی طالبان گفت مسئله به همکاری تاجیکستان و افغانستان پیوند دارد. دلشاد، یکی از رانندگان بندمانده تاجیک، به رادیوی آزادی گفت به آنها 8 می اجازت ندادند که ماشین‌هایشان را به تاجیکستان گذرانند. یک روز پیش از این 7 می از حدود ناحیه خواجه غار افغانستان به سوی یک دیدبانگاه مرزی در حدود ناحیه 5 7 موشک سر داده بودند. مقامات تاجیکستان آنها را تیرهای تصادفی نامیدند. آن روز فکر کردیم که شاید به خاطر چاره‌های امنیتی موقتا راه را بستند. ما را جواب دادند ولی ماشین‌هایمان را نگذاشتند. ما به تاجیکستان رفتیم و پس از 4-5 روز قریب 50 نفر دوباره به افغانستان برگشتیم. حالا نه ما را و نه ماشین‌هایمان را گذاشتن نمی‌مانند. یک هفته شد که در داخل ماشین‌ها خوابیم و به هیچ جا رفتن نمی‌توانیم، گفت دلشاد روز 16 می. خدمات گمرک تاجیکستان درباره بسته شدن گذرگاه 5 پایان رسما خبر نداده است. تنها یک مسئول اداره گمرک در ختلان آخر هفته گذشته خبر موقتا بسته شدن گذرگاه را تصدیق کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، حادثه را تصدیق کرد و روز 7 مارس به رادیوی آزادی گفت همان گونه که آنها به کسی اجازت نمیدن از افغانستان به آن سوی مرز، ما هم به کسی اجازت رفتن به آن سو را نخواهیم داد تا هنگامی که یک توافق به دست نآید، اعتماد میان دو کشور ایجاد نشود، در سطح وزارت کارهای خارجه دو کشور تفاهم صورت نگیرد. به مقام‌های محلی در شیرخان بندر گفته شده است که دروازه را بندند و از آن سو اجازت ورود به کسی را ندهند. طالبان ماه اوگوست سال 2021 دیگر باره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. تاجیکستان از آن زمان تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، با آنها هیچ همکاری ندارند. برعکس تشکیل حکومت فراگیر را با جایگاه شایسته به تاجیکان تقاضا دارند. ولی به نظر می رسد حمله موشکی از خاک افغانستان به تاجیکستان مناسبت مقامات تاجیک را با طالبان پیچیده تر کرده است. این حمله را شاخه خراسان گروه تندرو دولتی اسلامی یا داعش به دوش گرفت. بعضی از کارشناسان بر این نظرند که این عمل احتمال به خواست طالبان و برای فشار به حکومت کشورهای همسایه انجام داده شده است.